بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، ما همچنین در تفسیر سوره بقره در آیات 7 و 8 و 9 ادامه میدیم و اگر رسیدیم به آیه 10 هم ادامه اون رو تکمیل میکنیم، یا در این درس یا در درس آینده. ولی قبل از هر چیز بگذارید تلاوت زیبایی را از این آیات با هم دیگه بشنویم و سپس به شرح و توضیح و تفصیل در آنچه که در این معانی زیبای قرآنی در این آیات نهفته است با هم مرور کنیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آیه 8 تا 10 قرآن کریم از سوره بقره. در این آیات خداوند عزوجل و همچنین آیات ما بعدش در مورد گروه سومی صحبت میکنه که انشاءالله ما اونها را از خلال آیات قرآن میشناسیم و اون گروه منافقین هستند که در قبال قرآن کریم گروه سوم و بدترین گروه ها هستند. و این رو میدونیم که قرآن کریم وحی و پیام الهی است و وقتی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شد و ایشون رسالت رسوندن این پیام، وظیفه رسوندن این رسالت رو به دوش داشتن، در قبال این آیات قرآن کریم و وحی الهی سه گروه به وجود اومدن. ابتدا متقین، مؤمنان، کسانی که آن را پذیرفتند و آن را به عنوان کلام خدا و وحی آسمانی پذیرفتند و بهش عمل کردند و رستگاری دنیا و آخرت را کسب کردند. اینها متقین معرفی شدند. هدی للمتقین. کسانی که بدون رهبری در مقابل قرآن سفارایی کردند، به عنوان دشمنان قرآن، اون را اصلا قبول نداشتند و پیامبر را قبول نداشتند، قرآن را نپذیرفتند و اینها کفار بودند که خداوند درباره اونها در دو آیه قبل درباره اون پرداختیم، فرمودند که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. اینها کسانی که راه کفر در پیش گرفته بودند، خداوند در خیر را از تمامی منافذ اون، تمامی راههای نفوذ اون بسته بر سرشون. چشمهایشون حقیقت را نمیبینه، گوشهایشون حقیقت را نمیشنود، قلبهایشون حقایق را نمیپذیره. پس بنابراین اینا اهل کفر هستند و هیچ راهی هم برای اینها نیست و اینها باید منتظر عذابی سنگین و بزرگ در جهان آخرت باشند. با دو آیه در حال اینها اکتفا کرد، چون اینها هرچند که در قرآن کریم دربارشون زیاد صحبت شده، اما در بدایه و در ابتدا و شروع تفاصیل قرآنی جای بحثی از اونها نیست، چون هم این کتاب واسه اونها نیست. این کتاب خیری برای اونها نداره. این کتاب وربال و حجتی است بر علیه آنها. اما گروه سوم که بدترین دو گروه کفر هستند، چون هم کفار هم منافقین هر دو کافرند، ولی در قبال کفاری که سریع اظهار وجود کردند و کفر خودشون را اعلام کردند،
ما گروه سومی داریم که در جامعه اسلامی زندگی میکنند، ایمان به قرآن را اعلام کرده ولی در باطن کافر است و به خدا و قیامت و پیامبر و همچنین قرآن کریم کفر ورزیده و اصلا باور ندارد، بلکه با شک و تردید باش برخورد میکنه و میدونیم چرا این راه را انتخاب کردن. ما میریم سر معانی کلماتی که در این آیات نهفته است تا اینکه ببینیم چگونه قرآن کریم اونها را معرفی میکنه. آیه 8، 9 و 10 درس امروز ماست و اگر نرسیدیم انشالله به درس فردا هم واگذارش میکنیم. بریم سر معانی کلماتی که در آیات 8 و 9 و 10 نهفته هست. خداوند عزوجل فرمودند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس، من یعنی از، به معنای بعضی از مردم، الناس هم یعنی مردم. من الناس من یقول، و من میگن اسم موصول هست به معنای کسی یا کسانی که، چون ما و من به معنای قلت و کثرت به طور یکسان میاد و معنای عام داره. پس من هم کسی میتونه باشه هم کسانی، و از میان مردم کسانی هستند. یقولو یعنی به زبان میگویند، و این رو میدونیم که به زبان میگویند یعنی اینکه دلشون اقرار به این ایمان نداره. میگویند چی؟ آمنا، ایمان آورده ایم. میگویند ایمان آورده ایم. و همچنین در آیه بعدش میخوانیم یخادعون، یعنی در اصل لغت به معنای خداع، به معنای مکر و فساد، و به معنای در اینجا به معنای نیرنگ و حیله و فریب هست. یخادعون یعنی منافقین با مکر و خداع و نیرنگ با اهل ایمان و خدا برخورد میکنند. انفسهم یعنی خودشان، و ما یشعرون یعنی شعورش ندارن، احساس نمی کنند یا به تعبیر راحت تر نمی فهمند. مرض یعنی بیماری یا شک و شبهه تفسیر شده که در اینجا مراد از اون بیماری شک و شبهه، یا بعضی اون را به معنای کفر و نفاق گرفتند. عذاب علیم یعنی عذابی دردناک. درباره کفار خوندیم عذابی سنگین و بزرگ، و در مقابل در باره منافقین اومد عذاب دردناک. یکذبون یعنی دروغ میگویند. ترجمه آیات 8 تا 10. این مجموعه کلماتی بود در این ساحه به عنوان کلمات جدید یا کلمات مشکل قرار داره. ترجمه این آیات 3 آیه 8، 9 و 10 با توجه به معانی که تکرار کردیم و عرض کردم خدمتون این گونه میشه. خداوند عزوجل میفرماید از مردم کسانی یا گروهی هستند که به زبان میگویند ما به الله و آخرت ایمان داریم، حالان که آنان مؤمن نیستند، یعنی ایمان نیاوردند. الله و مؤمنان را به ظاهر و خیال خودشان فریب میدهند، حالان که جز خود کسی را فریب نمیدهند. و آنها شعور ندارند و نمیفهمند، یعنی نمیدانند چه کار بدی را مرتکب میشوند. در دلهایشان بیماری است. الله نیز به سبب فریبکاری هایشان در دلهایشان بیماری است، مرض است. الله نیز به سبب فریبکاری هایشان بیماریشان را فزونی میبخشد و زیاد میکند، و عذاب دردناک به سبب دروغگویی هایشان که بر آن عادت کرده بودند برایشان مهیاست. بریم سر مفاهیم لغوی آیات. اگر ترجمه روان و ساده و کوتاه و مختصر آیات این شد، ببینید چه برداشت های ما میتونیم از میان دلالت ها و مفاهیم لغوی داشته باشیم. در قرآن در آیه 8 شروع کرد من الناس، یعنی بعضی از مردم، گروهی از آنها که غالباً به دنبال حفظ مصالح و منافع دنیوی خودند و میخواهند هم با دوست باشند و هم با دشمن، که این خود علامت ضعف شخصیت و عدم شجاعت و قلت عقل و شعور و بی‌ثباتی فکری است. همه اینها را وقتی نگاه کنید در یک منافق جمع میشه. منافق هم ضعف شخصیت داره، هم میخواد خودش را وابسته کنه به ظاهر
به جایی تا اینکه مصالحش حفظ باشه. شجاع نیست تا اینکه ابراز رأی بکنه و عقیده خودش رو مطرح بکنه. پس بنابراین با دلهره ظاهر سازی میکنه، فریب میده مردم را، ولی در باطن ملحد و زندیقه. قلت عقل و شعورش را ما از اونجا میفهمیم که منافق اینقدر شعور نداره که به هر حال دروغگویی نهایتی داره، دستش رو میشه و مردم به دروغ پردازی های اون پی میبرند. اون وقت جز روسیایی و جز شقاوت بدبختی رای دیگه نداره. بی‌ثباتی فکری را میرسونه. منافق در فکرش و اندیشش بی‌ثباته و به همین خاطر هر روز به شاخه‌ای میپره و هر روز با کسی در میان هست. قرآن کریم فرمود یقولو، نه اینکه آنها مؤمنند بلکه میگویند، یعنی به زبان. بر این دلالت میکنه که منافق به زبان چیزی میگه که به دل با آن اقرار نداره و باورش نیست، لذا سعی در ظاهر فریبی میکنه و نیرنگ میدهد. همچنان که در مقوله و ما هم بمؤمنین یا در جمله و ما هم بمؤمنین نفی مطلق و قطعی ایمان از این گروه است که نشانه آن است که حتی ذره‌ای هم ایمان ندارند و به اصول دینی و معتقدات آن و مبادئ آن پایبند نیستند، بلکه آنچه هست و آنچه میگویند ادعاست و چیزی جز ظاهر فریبی و مکر چیز دیگه نیست. اونا میخوان با این کار فقط دل مؤمنان را خوش کنند و به خیال خام خودشون خدای را راضی نگه دارند. در آیه بعد آمده است یخادعون. یخادعون از همون خداع گرفته شده و از باب مفاعله است، برای مشارکت طرف مقابل در همون کار آمده. مثلا میگیم که مصافحه یعنی چی؟ یعنی ده همدیگه دست دادن. مقابله در روبروی همدیگر قرار گرفتن. میگیم مقاتله یعنی با همدیگه جنگ کردن، هر دو طرف به طور مساوی در اون کار شریکند، هر دو طرف قضیه در اون کار با طور یکسان با همدیگه شریک هستند، مشارکت دارند. ولی در اینجا در حالی که ما میبینیم اینجا منافقین هستند که مکر و خداع و نیرنگ و فریب میکنند و دروغ میبافند، نه الله و مؤمنین، در حالی که قرآن فرمود یخادعون الله و رسول و یخادعون الله والذین آمنوا. پس معنای مشارکت میتونه این باشه که منافقین چون بر خودشون مکر میکنن، مکرشون به خودشون برمیگرده، فریبشون به خودشون برمیگرده، اینجاست که مثل این که با خودشون طرف هستند و از باب مخادعه اومد. همچنان که جالب است بدانیم در قرائتی دیگر که ثابت است از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یخدعون با فعل بدون از غیر باب مفاعله اومده که همون معنای واقعی خودش را داره. پس بنابراین حتی اگر از باب مفاعله هم باشد به معنای مشارکت دیگری به این معنا تفسیر شده است که منافقین ظاهرشون چیزی میگن که نتیجه اون دوباره به خودشون برمیگرده و مثل این که خودشون رو دارن فریب میدن. و جالب این است که بدانیم یخادعون بر وزنی است که در ادبیات عربش میگن فعل مضارع، فعلی است که بر حال و آینده به طور یکسان دلالت میکنه و این نشانه استمراریت و مدام بودن اون کارشونه. یعنی از صفت منافقین اینه که سعی میکنن همیشه فریب بدن، همیشه ظاهر سازی بکنن تا اینکه بتونن کار خودشون رو پیش ببرن. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. همچنین در نهایت آیه 9 اومد و ما یشعرون. و ما یشعرون یعنی اینها شعورشو ندارن، درکشو ندارن، نمیفهمند، احساس نمیکنند. دلیل بر اینه که منافقین آنقدر کودن و کوته بینند که شعور فهم و درک بسیار از مسائل رو ندارند و نمیفهمند و عاقبت کارشون در دنیا به رسوایی و در آخرت به روسیایی و تبهکاری منتهی میشه. در آیه 10 خواندیم که فی قلوبهم مرض، در قلبهایشان بیماری است.
بیماری به این معناست که دلالت میکنه که قلبشون بیماره. پس مسئله جایی که جای اندیشه است، جای فکر، جای معتقدات و باورهای انسانه. اینجاست که مسئله ساده نیست. یک بیماری کاملا اعتقادی، بیماری قلبی و روانی است و اون تفسیر شده به شک و شبهه و تردید در پذیرفتن دین یا قرآن یا خدا به طور کلی. و از همین حال است که قرآن کریم می‌فرماید چون اینها قلبشون بیماره و وجدانشون ثبات ندارد و نمیتونن خدای و قرآن و پیامبر را بپذیرند، خداوند هم نتایج عمل زشتشون را دوباره به خودشون منعکس میکنه و روز به روز به این بیماریشون و این شک و تردیدشون افزوده میشه. این عین عدالت است که انسان وقتی زمینه گناه را واسه خودش فراهم کرد، نتیجه کار خودش رو هم ببینه. فی قلوبهم مرض، در قلبهایشان بیماری است، فزادهم الله مرضا، پس خداوند به از بیماریشون رو فزونی داد و زیاد کرد. و این از بدترین دردهاست که شیطان و شیطان صفتان در قلب انسان ایجاد میکنن، وسوسه ها، تردیدها، شبهات. و گفتند اسباب کار شیطان دو چیزه برای اغوا و انحراف انسان از صراط مستقیم. یکی ایجاد شبهات و این بدترین دردهاست که در قلب انسان قرار میگیره و انسان با فکر و اندیشه میاد به میدون و سعی میکنه دیگران را با شک و تردید به مبادئ و اصولشون برخورد بکنه و میبینیم که بسیاری از احکام دین را نمیپذیره. با قرآن با شک برخورد میکنه، با سنت با شک تردید برخورد میکنه، با اصول مبادئ مسلم و حقایق قطعی دین با شک و تردید برخورد میکنه. و این یک نوع بیماری و درد هست که بسیاری از مسلمان ها به خاطر جهلشون به اصول دین و قواعد آن و حکمت آن متاسفانه به آن مبتلا هستند. ما روشنفکرانی را در دنیای اسلام داریم که منکرین قطعی ترین ثوابت دینی میشن. عذاب قبر را قبول نداره، وجود جن را قبول نداره، وجود قیامت و اون حساب کتاب های آخرت را منکر میشه. خیلی از مسائل که قرآن و سنت اون را تأیید کردند و به عنوان یک اصول قطعی و معتقدات دینی بر اون صحه گذاشتند رو با شک و تردید باش برخورد میکنه، میخواد با عقل مادیگرای خودش اون رو تحلیل بکنه و این درست نیست. و راه دومی که شیطان به انسان نشون میده با اینکه برای این منحرف کردنش از صراط مستقیم، راه شهواته، مرض شهوات، که انسان برای شهوت مال و زن و فرزند و پست و مقام و شهرت و امثالین شهوت‌های زیاد دنیا انسان رو چیکار میکنه؟ منحرف میکنه از مسیر حق. پس بنابراین این دو راه بدترینش همون مسئله چیه؟ مسئله شبهاتی است که در قلب انسان وجود داره. ممکنه بعضی وقتا انسان پی ببره که واقعا یک گناه ظاهر انجام دادن، زنا و دزدی و نمیدونه امثال اون شهوات رو انسان بعضی وقتا سر عقل بیاد میدونه واقعا اشتباه است. اما شبهات خیلی مشکله. شبهاتی که در قلب به عنوان یک اعتقاد و به عنوان یک باور و به عنوان فکر و اندیشه در قلب جا گرفته، تا بیاد مشکل حل بشه و دوباره انسان سر رشد خودش بر بگرده طول میکشه. خداوند عزوجل پاسخ کار منافقین را چنین داد: فزادهم الله مرضا. این میگن از جنس الجزاء من جنس العمل است، یعنی هر چی کاشتی همون رو درو میکنی. منافقین بر این صفت و بر این وصف بودن و چون اهل دروغ و نفاق بودن، خدا نیز بر بیماریشون افزود و الا الله در کیفر و عذاب بندگانش عدالت میکند و ظلم را بر خود حرام کرده. علما رحمت الله علیهم گفتند چون منافق دروغگوست میترسد هر لحظه دستش رو بشه و نفاقش بر مردم آشکار گردد، لذا علاوه بر شک و تردید، علاوه بر اینکه خود شک و تردید این یک بیماری هست، از عاقبت کار خودش در هراسه و استقرار
نداره. این نتیجه استمرار و این نتیجه استمرار در راه نفاق اینه که خودش اسبابش رو فراهم کرده. خودش اسبابش رو فراهم کرده. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. در مثال قرآنی امثال این آیات دیگر داریم که خداوند عزوجل میفرماید فاما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا الى رجسهم. پس کسانی که در قلبشان پلیدی است خداوند پلیدی بر پلیدیشان دوباره اضافه کرد. نیز همچنین درباره اهل کتاب فرمود که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی که از پذیرفتن حق منحرف شدن، راه کج رفتن، خداوند قلبشون رو هم از حقایق منحرف کرد. این است که باید بدانیم خداوند در این که به همون راهی که انسان خودش انتخاب میکنه دوباره به اغواهشون و به استمراریت در اون مسیر و به زیاد شدن اون بیماری و گناهشون مبتلا میکنه، نتیجه اینه که انسان خوب نتونسته از اون امکانات استفاده بکنه، بلکه برعکس در جهت عکس اون استفاده میکنه و خداوندم این انسانها را به حال خودشون واگذارشون میکنه. عذاب علیم اومد در قرآن کریم درباره منافقین، در حالی که درباره کفار قبلا خوندیم چی؟ عذاب عظیم، عذاب سنگین و بزرگ. درباره منافقین عذاب علیم هست، دردناکه. و دردناک بودن عذاب به خاطر اینه که با فریبشان مؤمنان را به مسخره در دنیا با اینکه ظاهر سازی میکردن سعی میکردن مؤمنان را چیکار کنن؟ به مسخره و شوخی بگیرن و آنها را به آنها اذیت و عذاب برسونن و از حسن نیت مؤمنان و مسلمان ها سوء استفاده میکردن. منافق وقتی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه با یک سوگند، با یک ظاهر سازی میتونه خیلی راحت امتیازهایی به دست بیاره که خیلی از کفار نمیتونن به دست بیارن. اینجاست که وقتی منافق تهدید میشه به عذابی دردناک، مثل اینکه همونطور که در جامعه اسلامی درد و ایجاد کرده از حسن نیت مسلمان ها استفاده میکنه و سعی میکنه اونها را با زبانی بی زبانی به مسخره و شوخی بگیره و اونها را به اذیت و اذیت و آزار برسونه و به دردسر بکشونه. خداوند همین پاداش را براش در جهان آخرت یا دنیای آخرت تهیه دیده. هرچند که در قرآن کریم ما عذاب را به صفتهای گوناگون میبینیم. میخوانیم عذاب عظیم درباره کفار، عذاب علیم درباره منافقین، عذاب مهین و عذاب مقیم و عذاب اکبر و اشد العذاب و عذاب شدید و عذاب حریق سوزانده و عذاب سعیر جهنم و عذاب جحیم و امثال اون در قرآن اومده که هر کدوم با مناسبت حال آن انسان یا اون گروه یا آن به اصطلاح گناه و معصیتی که مرتکب شده اند در نظر گرفته شده. پس بنابراین خداوند عزوجل آنگونه که عدالتش اقتضا بکند به بندگان گناهکارش کیفر میده. و چون منافقین درد ایجاد کردن در جامعه اسلامی، باید در آخرت هم عذابی باشه که دردناک باشد. در نهایت آیه دهم اومد بما کانوا یکذبون و در قرائت دیگه هم جالب است بدونید که میخونیم بما کانوا یکذبون، یعنی با تشدید از تکذیب گرفته شده. بما کانوا یکذبون یعنی اینکه خداوند عذابشون را زیاد میکند، عذاب میده به آخرت بهشون عذاب دردناک میده. به خاطر چیه؟ برای سببی است، یعنی به سبب دروغهایی که میبافتند. وصف حال منافقین است که همیشه دروغ میگن و به سبب این وصف بسیار زشت مستحق عذاب دردناک هستند. این بما کانوا یکذبون در آخر آیه سبب است برای عذابی دردناک که براشون تدارک دیده شده. چون آیه فرمود یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.
تا اینجا وقفه. سپس ادامه میده و لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. عذابی دردناک در انتظار آنهاست در جهان آخرت. برای چی؟ بما كانوا یکذبون، به خاطر این دروغ بافی های مکررشون. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. اگر به شرح و تفسیر این آیات بپردازیم، همونطور که عرض کردم خدمتتون، انسانها در قبال قرآن کریم سه گروه هستند: متقین، کفار، منافقین. متقین یا همین گروه مؤمنان ظاهرا و باطنا ایمان آوردند، هم قلبشون مؤمن است، هم زبان و اندامشون. پس بنابراین سعی میکنند هرچه از خدا و رسول گرفتند به قلباً بپذیرند و در اندام و جوارح اون رو عملی بکنند، در زندگی روزمره عملیش بکنند. اما کفار منکرین این قرآن و این رسالت و این دین هستند، پس بنابراین هم ظاهر و هم باطن قبول ندارند و دین رو با تمام و کمال چیکار میکنند؟ ردش میکنند. پس ظاهرا و باطنا کفر ورزیدند. منافقین دروغ هستند، فریبکارند، ظاهرا ایمان آوردند به زبانشون ولی در باطن کفر و الحاد و زندقه دارند. تأخیر بیان حال منافقین بعد از ذکر متقین و کفار از این جهتی که قرآن میخواهد اونها رو معرفی بکنه و برای دوری از آنها که در جامعه اسلامی زندگی میکنند تأکید بکنه و مؤمنان را، چون اونها در جامعه اسلامی زندگی میکنند و باعث فریب مؤمنان میشن و در خلال زندگی روزمره و احتکاکشون و رفت آمدشون و برخوردشون با مردم ممکنه باعث تضعیف ایمان عده‌ای از مسلمان ها بشن. با دروغ و شایعه پراکنیشون شاید سعی بکنن جامعه اسلامی را به آشوب بکشن و اوضاع را به نفع خودشون تمام کنن. ممکنه مسلمان ها را از دین و نسبت به دین و قرآن و پیامبر و یارانش به شک و شبهه بندازن و در صدد حفظ منافع خودشون هستن. لذا این گروه باید کاملا معرفی بشن تا از آنها دوری بشه و کسی به گفته های زیبا و اندام آراسته و مال و دارایی و ثروت زیادشون یا پست و مقامشون دل خوش نکنه و خود را نبازه. پس بنابراین کفار مشخصا صفشون، جبههشون و دیدگاهشون. پس بنابراین انتظاری نیست که مسلمان و مؤمن بیاد رو به اونها بیاره و دین اونها رو بپذیره و منهج و روش اونها زندگی بکنه، در حالی که منافقین در خلال جامعه اسلامی هستند، در لابلای جامعه اسلامی زندگی میکنند، با مردم مسلمان در احتکاکند، در برخوردند، معامله میکنند، رفت آمد دارند و اینجاست که ممکنه هر نشست و برخاست، هر مقوله‌ای از اینها صادر میشه، هر کاری که انجام میدن، هر شایعه‌ای که در جامعه پخشش میکنن تأثیر بذاره روی جامعه اسلامی و افراد اون و جامعه رو به فساد بکشن. اینجاست که آیات بعد درباره فساد اونها صحبت کرد و قبل از اینکه درسمون تموم کنیم به همین اندازه اکتفا میکنیم. درس آیاتمون تکمله همین مبحث خواهد بود تا بدونیم که خداوند عزوجل از خلال این آیات میخواد از منافقین چی به ما بگه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پس بنابراین با این سه آیات 8، 9 و 10 از سوره مبارکه البقره خداوند عزوجل گروه سوم را معرفی کرد که آن منافقین بودند و از بارزترین و مشخصترین صفت آنها دروغگویی و نفاق و اینکه آنها قلباً بیمارند و آن بیماری شک و تردید در دین خداست. اینجاست که خداوند عزوجل برای اینکه مؤمنان را به راه خودش با یقین و صلابت و استقامت دعوت بکنه با علم شروع کرد. در یکی از آیات سوره محمد علیه السلام به نام سوره قتال میخوانیم فعلم انه لا اله الا الله. بدان یعنی با علم ایمان بیار که چی؟ معبودی به حق جز الله نیست، یعنی اون که شایسته عبادت و یکتاپرستی است و اون که شایسته تمامی کرنش ها و عبادت
هاست و تمامی عبادت ها باید واسه اون انجام بشه، الله است. این یقین میخواد، باور میخواد. اما منافقینی که با شک و تردید به این مسائل برخورد میکنن، یه روز نماز میخونن، 10 روز نماز نمیخونن، یک وعده نماز نمیخونه، 4 وعده نماز نمیخونه، بدونه که اینها از روح و معنویت این دین بهره نبردند. ادامه آیات قرآن کریم هم تا 10 آیه دیگر در مورد منافقینه. 13 آیه بعد از آن درباره منافقین نازل شد. قرآن کریم در ابتدا در 1 آیه خود را معرفی کرد، در 4 آیه بعد متقین و مؤمنین، در 2 آیه بعدش کفار و 13 آیه ما بعدش منافقین را مطرح کرده. ما 3 آیه را امروز شرح و توضیح دادیم. نکاتی آموزنده داره که انشاءالله در درس آینده اون رو پی میگیریم و بعد میریم رو صفات بعدیه منافقین و دیدگاهاشون نسبت به جامعه. امیدواریم که موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله